ایشون یک ذره از دور امیرالمومنین داشت. صدا بزنید لبیک یا حیدر. ما خون تو قاسم سلیمانی عهد بستیم و عهد میبندیم که کوتاه نیاییم. صدا بزنید لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. جسم سوخته ستاره قاسم سلیمانی رو در همین مکان از قصبه که این ملت ما پشتیبان ولایت و هر کسی که دم از آرمانهای انقلاب اسلامی و آرمانهای خمینی پشت او خواهند ایستاد. صدا بزنید از ما نگیره. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سروران عزیزم، 7 اکتبر یک بال 7 اکتبر رزمندگانش بودند، بال دیگر رزمندگان او در جبهه دیپلماتیک که در رأس اون شهید عزیزمون شهید دکتر آیت الله رئیسی و برادر شهیدمون آقای حسین امیر عبداللهیان بودند. خدا بکند که این سرداران عزیز جبهه جهاد تبیین مقاومت جانانه حسین امیر عبداللهیان رو به ملت بگن زمانی که حسین امیر عبداللهیان وارد کشور لبنان شد با هواپیما، فرودگاه سوریه رو زدن که سفر بعدی او ناتمام بشه و او به مقاصد خودش نرسه، اما دشمن این رو در محاسبات خودش نیاورده بود که حسین امیر عبداللهیان سرش رو سر دست گرفته به مسلخ عشق آمده و الان هم به فضل خدا توانست مزد خودش رو بگیره. اگر میخواهید از این شهدای عزیزمون تشکر کنید، ندای مظلومیت امام حسین رو به عالم بدید که لبیک یا حسین، لبیک یا مظلوم. اینها مظلوم شهید شدن. صداتون رو و مشتهای گره کردتون رو ببینیم و بشنویم. لبیک یا مظلوم، لبیک یا حسین.